ما در یک عصر زمانی قرار داریم که فتنه ها چنان دامن پهن کردگی هستند. فتنه خواب است، فتنه در همه جا، بین اکا و دودر، بین زن شوهر، بین هموطن، بین کشورها، بین در یک کشور فتنه خواب است. لعنت پروردگار با اون انسانی که این فتنه رو بیدار میکند. لعنت پروردگار به انسانی که فتنه گری میکند. پروردگار میگوید که الفتنه اشد من القتل در سوره بقره. فتنه از قتل بدتر است. در جای دیگر در سوره بقره پروردگار میگوید استعیذ بالله الفتنه اکبر من القتل. فتنه از قتل بزرگتر است. و فتنه‌گر شیطانی انسی، شیطانی انسانی هست. برای همین باید همه متحد باشیم، همیشه دست به دست با هم باشیم، به همدیگر دست دوستی و محبت و اخوت و برادری و دوستی بدهیم و با ننگ آر و ناموس باشیم. خداوند عزوجل بنده با ننگ و آر و ناموس و مهنت و زحمت کشش رو هرگز ناکام نمیکند. بندگان بیدار و هوشیار و زیرک و دوراندیش و خیرخواهش را هرگز ناکام نمیکند پروردگار.